سلام، به جلسه دوم آموزش دستیاری دندانپزشکی خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد دندانپزشکی عمومی صحبت کنیم. ست‌های رایج دندانپزشکی عمومی شامل اندو، ترمیم، قالبگیری یا پروتز، جراحی دندان عقل، کشیدن و ونیره. ترمیم شامل کامپوزیت و آمالگامه که به زبان عامیانه همون پر کردن با ماده سیاه و سفید هستش. ست اولیه که مهمترین ست هم هست و باید توی تمام ست ها باشه، ست معاینه است. ست معاینه شامل آینه، سوند و پنسه. حالا با هم بریم که توی اتاق درمان بهتون نشون بدم. اینها سینی ها یک بار مصرفی هستش که ما ست ها رو درش میچینیم. ست اولیه شامل آینه، سوند و پنسه. عزیزان، اینها فرز هستش که داخل باکس فرز قرار میگیرند و به آنگل و توربین وصل میشه و ما اسمای هر کدوم رو در جلسات آتی بهتون آموزش میدیم. اما میخوام چند نمونه از فرزها رو بهتون از نزدیک نشون بدم. طریق وصلی کردن فرز به توربین. از پشت دکمه‌ای داره که ما این دکمه رو فشار میدیم و فرز رو داخلش قرار میدیم. به این صورت. اما یک نکته، فرزهایی که تهشون درشت هستش مخصوص آنگله. طریقه وصل کردن فرز به آنگل. بعضی ها از آنگل ها فشاری هستند و بعضی ها به این شکل. عزیزان، میرسیم به بخش قلم ها. این قلم کامپوزیت طلاییه که بلا استثنا توی تمام ست های کامپوزیت ما میذاریم. اینا برنیشر توپی هستند که فقط وقتی که پزشک از ما میخواد توی ست میذاریم. بریم سراغ قلم های آمالگام. اولین مورد قلم برنیشر تی شکل که یک طرفش هم توپیه. دومین مورد کندانسور. کندانسورها انواع متفاوتی دارن: کندانسور ریز، درشت و متوسط. و سومین مورد کاربره و قلم های دایکال که ما در جلسات آینده کاربردش رو میگیم. قلم پروب که بیشتر مواقع توی اندو استفاده میشه. بعدی اکسکاویتوره که بیشتر مواقع توی ست اطفال استفاده میشه. بعدی کورته که در اکثر موارد بعد از کشیدن دندون استفاده میشه. اینها اینجکشن بی‌حسیه که انواع مختلفی هم داره. این هم کاربوله که انواع مختلفی داره: سیتانست، لیدوکاین و آرتیکاین. و این هم نحوه گذاشتن کارپول داخل اینجکشن. سرسوزن‌های تزریق دو نوعند: سرسوزن کوتاه و سرسوزن بلند و به این شکل وصل می‌کنیم.